ای کاش زودتر این ترفندها رو میدونستم. قبل از اینکه در رو رنگ بزنی، یه بادکنک بنداز روی دستگیره تا رنگی نشه. برای اینکه چسب رو بتونی دقیق بچسبونی، چسب رو روی غلطک بذار و برو جلو و تمام. قبل از سفر دور چرخهای چمدون رو با چسب بپوشون. وقتی رسیدی چسب‌ها رو بکن تا چرخ‌ها تمیز بمونن. اگه در به زمین گیر میکنه یه تیکه سنباده زیرش بذار. وقتی در باز و بسته میشه خودش کم کم صاف میشه. یه سوراخ کوچیک توی یه بطری درست کن و لوله تخلیه ماشین لباسشویی رو ازش رد کن تا آب نریزه بیرون. اگه لوله خیلی سفت شده از 2 تا آچار استفاده کن. سوراخ‌ها رو روبروی هم بذار و راحت بازش کن. با چاقو بالای بطری رو ببر و با چنگال داغ چند تا سوراخ روی در بطری بزن. بالای یه بادکنک رو ببر و بکش روش. الان تقریباً تمومه. این بطری رو بنداز روی شیر آب تا یه دوش دستی برای شستن سینج داشته باشی. تازه باعث صرفه‌جویی در مصرف آب هم میشه.